بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه پناهانی هستم با دوره آموزشی پایتون برای علم داده. جلسه اولمون هست. خوشحالم در خدمتتون هستم و امیدوارم که مطالب براتون مفید واقع بشه. خب دوستان، من قبل از هر چیزی که همونطور که میبینین من گوگل رو باز کردم. گوگل جلوم هست و علتش همین هست که قبل از اینکه پایتون رو شروع بکنیم من یه توضیح خدمت دوستان بدم. اینکه خود لپتاپ ها یا کامپیوترهای ما یا افرادی که معمولا شروع میکنیم برای یادگیری یک حرفه توی حالا حوزه‌های برنامه‌نویسی مثل علم داده، معمولا خب حالا لپتاپ های قوی نداریم از نظر CPU و پردازش. به همین جهت ما از یک محیط برنامه‌نویسی و کامپیوترهایی که کمپانی گوگل آماده کرده و پایتون رو به صورت پیش‌فرض روی سیستم ها نصب کرده و شما میتونید خیلی راحت از طریق آدرسی که الان لینکی که براتون میزنم وصل میشین به این کامپیوترها و پایتون روشون به طور پیش‌فرض نصب شده و شما خیلی راحت میتونین توی محیط برنامه‌نویسی اونجا کد نویسیتون رو انجام بدین بدون اینکه صدمه‌ای به لپتاپ یا کامپیوتر خودتون بزنید. خب محیطی که الان ما استفاده میکنیم، یعنی ما اصلا فعلا تو جلسه اول شروع نمی‌کنیم نصب پایتون یا حالا توضیحاتی در مورد نصب، که اگر حالا در هر صورت اگر بعضی دوستان ترجیحشون این بود که روی یک سیستم خودشون کار بکنن به دلایلی، خب میتونن خیلی راحت دوره‌های آموزش و نصب و حتی آموزش کدنویسی پایتون هست که بقیه دوستان توی مدرسه بیگ دیتا آماده کردن که خیلی راحت میتونین از اونها استفاده بکنین و روی سیستمتون نصب بکنین. خب حالا من توضیح بدم در رابطه با اینکه از این محیط چطوری ما استفاده میکنیم، با گوگل وصل میشیم. ببینید هر نرم افزاری، حالا ما نرم افزار پایتون رو کار میکنیم برای علم داده، هر نرم افزاری یک محیط مخصوص برای کد نویسی داره. مثل حالا برای پایتون هم معروف ترینش جوپیتر نوتبوک هست، محیط برنامه نویسیش که روی سیستم ها هم نصب میشه و این توی کامپیوترهای گوگل هم چیزی که نصب شده جوپیتر نوتبوک هست. و بعضی محیط‌های دیگه مثل پایچار، محیط‌های حرفه‌ای دیگه هم هستن که اونها هم میتونید خیلی راحت نصب بکنید. ببینید، من علت این که نصب نمی‌کنم، نمیخوام تایم رو روی مبحث پایتون ببرم، چون ما اینجا هستیم تا یه سری اون نکات و توابع و نکات اون مهارت‌های کلیدی شما رو برای استفاده از محیط پایتون توی دیتا ساینس آموزش بدیم و یعنی دورمون دوره آموزش پایتون نیست و اگر دوستان دیدن لازم دارن خب میتونن دورهایی که بقیه دوستان آماده کردن استفاده بکنن. خب دوستان، شروع میکنیم با البته کلاب اسم محیطی هست که گوگل آماده کرده که الان با هم طریقه استفاده از اون رو ابتدا توضیح میدم. ببینین توی گوگلتون خیلی راحت سرچ بکنین کلاب. خب خیلی راحت سرچ بکنین کلاب براتون توی گوگل میاره. ببینین چیزی که برای من باز میکنه، میبینی؟ خب ببینین الان من گوگل کلاب، ببینین کلاب ریسرچ google.com یا گوگل کلاب یک محیطی هست که من روی این کلیک میکنم. شما خیلی راحت همین کار میتونید انجام بدین و خیلی راحت وصل بشین به سرورهای گوگل و خیلی آسون از اونها استفاده بکنید. البته تا یک حدودی رایگان هستن اینها، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 15 گیگ یا 20 گیگ رایگان هست استفاده از این کامپیوترها و بعد از اون هم با ماهانه مبلغ کمی مثل فکر میکنم $10 اینا وصل بشین، میتونین وصل بشین و همیشه استفاده بکنین. البته یه سری سرورهای داخل ایران هم هستن که البته نمیدونم چرا باز نمیکنه، حالا سرعت نت منه ضعیفه چون خیلی سریعتر باز میکنه.
یه سری سرورهای داشتم میگفتم، یه سری سرورهایی توی خود ایران هم شرکت های اومدن جدیدن، یه سری سرورهای ابری آماده کردن و جوپیتر نوتبوک رو توشون بس کرده که یه سرچ ساده بکنید میتونید اونها هم پیدا بکنید، حتی شرکت های ایرانی استفاده بکنید برای انجام پروژه هاتون که نخواین حالا به دلار هزینه بکنین و این صحبت ها. خب ببینیم باز کرد. خب من از قسمت ببینین الان خودش اصلا آموزش داره، میتونه خیلی راحت آموزش نگاه کنید. خودش تو صفحه اول که میبینی خودش ببینین کلا محتویات داره، آموزش داره، خیلی راحت میتونین اینها رو ببینید. خب ما میریم سراغ قفس خودمون. توی قسمت فایل من یک نیو نوتبوک، من یه دونه نوتبوک باز میکنم توی قسمت فایل. این نوتبوک همون جوپیتر نوتبوک هست که روی سرورهای گوگل هست که من اینو نیو بزنم یه دونه نوتبوک برای من محیط نرم افزار باز میکنه که من میتونم خیلی راحت از پایتون استفاده بکنم اینجا و کد نویسیم رو انجام بدم. خب میبینیم باز شد. میبینیم خیلی راحت نگاه کنین. الان یه محیط جوپیتر نوتبوک برای محیط جوپیتر نوتبوک پایتونه، یعنی محیط برنامه‌نویسی و پایتون. خب دوستان من اینجا اول از همه یه دونه اسم انتخاب میکنم برای میبینیم پسوندشم آیپای NB یعنی مخفف پایتون نوتبوک هست، جوپیتر نوتبوک. خب من اول اسم رو تغییر میدم. تو جلسه اولمون پایتون هست، جلسه اول پایتون و اسم پایتون 1 جلسه اول هست، نامگذاریش میکنم. خب ببینید محیط های کد داره، تکست هم داره. محیط کد همین محیط هایی هستن که یک دایره هایی برای پلی، یعنی روی این بزنین سلتون ران میشه. میبینید توی توضیحات هر کلیک هم بکنید میبینید ران سل داره، کدی که نوشته میشه ران میشه. تکست هم محیطی هستن که شما اگر یه دونه رو تکست بزنید میتونید توضیحاتی که مربوط به کد نویسیتون هست رو وارد کنید. ببینید کد الان جای محیط بازه، من یه دونه روش اینجا هست، اینجا هم میتونید کلیک بکنید. ببینید اینجا هم میبینید. بعدش میتونم این مثبت رو بزنم، یه دونه سلول کد نویسی برای من باز میکنه. اگه تکست هم بزنم ببینید متفاوته، مثل ورد چطوریه یا وردپرس، یه محیطی که مثلا شما شروع می‌کنید مثلا متن می‌بینید، متن می‌نویسید، توضیح کدتون و این خیلی مهمه چون همیشه دوستان توضیح کدها رو بنویسین. اول از همه بر خودتون مهمه که دستتون میاد گم نمی‌کنید می‌خواید چیکار بکنید، نظم کارتون حفظ میشه و اصول میده، نظم میده به کارتون و خیلی وقتایی که بخواید تلف بکنید که دوباره برگردین کد چی بود و اینها از بین میره. خب ببینید این محیط هست. خب خیلی ساده است. میبینید یه محیط ساده ای که اینجا میتونید کد رو نخواستین پاک بکنین، اینجا میتونید یادداشت بذارین، سلولاتون رو میتونید با هم با این فلش ها جابجا بکنین. خب ببینید من قرار فایلی که سرفصلایی هم به همین روش تو قسمت تکست اومدم سرفصلای اصلی دورمون رو آماده کردم که وقتمون برای تکست نوشتن از بین نره و تمرکزمون بره روی اون اسکیلایی از پایتون، اون توابعی از پایتون که ما برای دیتا ساینس لازمشون داریم. به خاطر همین خب من یه دونه از قبل باز کردم. میبینین پایتون من تیترای اصلی رو برای این جلسه تیترای اصلی رو آوردم و طبق اونها شروع میکنیم جلو رفتن. خب این لود بکنه، اینو من ببندم، اینو لازم نیست، اینا هم خب لازم نیست، اینم ببندم. خب میبینید من از قبل اینو به صورت تکست اضافه کردم. میبینید اینها دوستان سرفصل‌های فهرست اصلی این جلسمون هست. من به صورت فهرستوار اولش آوردم که شما بدونین از اول که ما قرار چه مباحثی رو توی این جلسه طی بکنیم که
یه ذره طبقه بندی توی ذهنمون داشته باشیم. خب ببینید مبحث اول واسه تکست این کار کردم. مبحث اولمون ما در واقع تو این جلسه یه مرور سریع میکنیم روی متغیرها و اعداد و اون عملگرهای محاسباتی توی پایتون، مثل عملگرهای ریاضی، جمع و ضرب و تقسیم و بعد از اون نظمی که استفاده میشه از اون عملگرها و بعدم یه مسئله کوچیک رو حل میکنیم که دستتون بیاد چطوری توی محیط پایتون کار رو انجام میدیم و بعد هم یک تمرین خدمتتون دوستان گفته میشه انتها که شما میتونید اون تمرین رو روی نوتبوکی که خودتون میسازید، مثل من که الان اومدم کلاب رو باز کردم، یه نیو نوتبوک باز کردم، اونو باز میکنید، تمرین ها رو توی اون مینویسیم و اون جای خالی کد هایی که لازم هست بنویسین رو بنویسیم و به ایمیلی که توی جلسه اول معرفی این دوره خدمتتون گفته شده، ایمیل خودم بود، توی اون این لینکش رو وقتی کامل کردین از طریق اینجا لینکش رو برام میفرستین که من ادیت میکنم. اگر درست بود خب توی پاسخ همون ایمیل خدمتتون اعلام میشن و اگر هم نبود خدمتتون اون کدهای درست ارسال خواهد شد. خب میریم شروع بکنیم. بحث اولمون بحث متغیرها. ببینید پایتون یک زبان برنامه‌نویسی فوق‌العاده ساده‌تر و قابل خواناتر توسط انسان هست، یعنی اینکه ارتباط بین انسان و کامپیوتر رو خیلی راحت تر کرده. یعنی اون کدنویسی خیلی راحت تر از نرم افزارهای مثل C++ یا C++ هستن و این در واقع یک صحبتی این که دوستانی که اگر کار نکردن تا حالا با نرم افزاری حتی اصلا نگران نباشن، خیلی راحت مثل اینکه شما بخواین توی دفتر خودتون بنویسید، خیلی راحت اینها با اصول ریاضیات نوشته شدن. من اینها توضیحاتی میدم اینکه اصلا اصول بیسیک ریاضیات و آمار و برنامه‌نویسی برای علم داده به چه صورت هست و دوستانی که حتی اصلا تا حالا کار نکردن ولی خب به دلایلی علاقه‌مند شدن به این فیلد اصلا نگران نباشن در این رابطه. فقط مهم اون علاقه اولیه است که ایجاد شده و انگیزه و اون پشتکار تلاش شماست که بتونین انشاءالله به عنوان یک متخصص علم داده مشغول به فعالیت بشید. خب شروع میکنیم. ببینید بحث اول ما بحث این که شما یک متغیر بسازید. چطوری ما توی ریاضیات مثلا داشتیم توابعی مثل x مساوی فلان عدد، y مساوی، این x همون متغیر ما بود دیگه، درسته؟ توی پایتون هم همون، یعنی اصول ریاضیات رو من سعی میکنم اصول ریاضیات، آمار و برنامه‌نویسی رو توی صحبتام که میگم، یعنی مطالبی که لازم هست برای علم داده رو بدونیم رو توی صحبتام خدمتتون بگم که قشنگ فضا دستتون بیاد، ذهنیت داشته باشین که مثلا نگران نباشین بابت این موضوع. خب create a variable یعنی که یک متغیر ما بسازیم. خب من شروع میکنم متغیر اینجا اضافه میکنم یک کد، میخوام کد بنویسم. خب ببینیم محیط کدم باز شد. خب من میام یک متغیر تعریف مثل x و y که تو ریاضی تعریف میکردیم، من میام نویسم اون مثال sale underline amount. این چی؟ یعنی مقدار این متغیر الان من تعریف کردم دوستان، مثل همون x و y که ما تو ریاضی تعریف میکنیم، ولی از اول من سعی میکنم توضیح هم ساده باشه ولی نوشتار تخصصی علم داده باشه که از اول فضا دستتون بیاد. به عنوان مثال ما بگیریم بحث فروشگاه اینترنتی، شما بحث مقدار فروش رو چیزی هست که تعریف میکنیم براش. خب اینو یه فاصله میدم مساوی 100، یعنی مقدار فروش ما یک متغیری به عنوان مثلا x مساوی 100 که ما میایم sale amount یعنی مقدار فروشمون 100 رو معرفی کردیم. خب من اگر اینو ران بزنم میبینین البته نت من فکر میکنم یک مقدار الان ضعیف باشه چون حالا اوله میبینین تیک سبز خورد، یعنی توی کمتر از 1 ثانیه، حالا اینجا 0 ثانیه زد، این ران من انجام شد. خب من یک کد دیگه می نویسم. خب
این اولین متغیر ما بود که تعریف کردیم دوستان. خب یک کد دیگه میایم اولین تابع رو توی پایتون خدمتون، اولین متغیر رو که تعریف کردیم، اولین تابع ساده ترین تابع پرینته. خب که توی اکثر حالا نرم افزارها دیدین و شنیدین. پرینت پرانتز باز میکنم، سیل. میبینین وقتی که نوشتم من سیل اماونت میاد، میبینین من وقتی از قبل تعریف کردم سیل اماونت میاد، روش کلیک کنی همین متغیر ما، یعنی من میگم پرینت کن نشون بده به من این مقدار این متغیر رو، یعنی پرینت من مقادیر متغیرهایی که من تعریف کردم رو به من نمایش میده. حالا من اینو بزنم رانش بذارم، میبینین 100 رو به من نشون داد. مقدار متغیر من رو پرینت کن 100. اوکی. خب این از بحث متغیر. خب الان ببینید، خب حالا بحث متغیر که خیلی راحت به این شکل تعریف میکنیم. ببینید خیلی چیزای ساده ابتداییه، ولی همینها رو دوستان خوب بدونیم توی بعضی از مباحث مهم مثل مهندسی شاخص که بعداً جلوتر خدمتتون میشه خیلی کاربردی بیسیک رو خوب بدونیم. خب یه سل دیگه من اضافه میکنم. خب اینجا من میام ببینید یه چیز دیگه هم که توی نرم افزارها هست، بحث استرینگ یا رشته نویسیه که من میام مثلا یک متنی رو میخوام توی نرم افزار تعریف بکنم، یعنی یک متغیر متن تعریف بکنم بنویسم. استرینگ انگلیسیش و فارسیش به معنی رشته هست. به عنوان مثال من میگم که my string، خب my string یعنی رشته من مساوی با، بعد مقدار میدم. توی رشته نویسی و مقادیری که میخواین بدین، چون شما توی پایتون از این گیومه ها استفاده میکنید، میبینید یا دوتاییش یا تکیش، بعد مقدار رو مینویسین داخلش. trying، مثلا من دارم این متن خودم مینویسم trying، okay. trying فاصله میدم trying، میبینین اینجا اشتباه نوشتمش. خب من اینو الان یه رشته است که من نوشتم، میبینید به صورت متنی فاصله دادم و 3 بار اینو نوشتمش. خب بعد یه دونه اینتر میزنم، میام خط پایین، حالا میگم که برای من پرینت کن، پرانتز رو باز میکنم، پرینت کن مای استرینگ. میبینی من قبلش نوشتم، سریع تشخیص میده و برای من میاره. خب حالا اینو من ران بذارم، میبینین تراینگ یعنی من یک رشته تعریف کردم، گیومه های دوتایی یا تکی توی پایتون باز میکنی. تراینگ یعنی کلمه تاکیدم به این هست که تلاش 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 رو انجام بدین تا انشالله نتیجه بگیریم. تراینگ رو میزنیم، تراینگ نوشته میشه. خب میبینید این الان یک رشته بود که ما نوشتیم. خب بعد حالا من یه توضیح مختصری الان توی این همین ابتدا بدم در مورد کاندیشنال، یعنی شما تعریف بکنید به صورت شرطی متن رو که مثلا if توی اکثر نرم افزارها هست. من اگه بزنم if say amount، یعنی که مقدار، اگر مقدار من خب بزرگتر از 0 بود، علامت حتما 2 نقطه رو آخر شرطتون فراموش نکنین. یک اینتر میزنم، میبینین خودش جلوتر، یعنی ایفو که نوشتین یک گام جلوتر از پایین ایفو میبینین، دقیقا زیر ایف نمیزنه، یکم جلوتر. پرینت کن، برای پرینت هم همیشه پرانتز میخوای، بعد یه دوتایی میزنین it is great. خب یعنی من میگم اگر اینطوری بود به من این علامت رو بده، اینو به من نشون بده اگه همچین چیزی بود. خب بعد من اینو رانش میکنم، میبینید it is great، خیلی راحت. میبینید کلا تعریف این چند تا همون تعریف متغیر و کار حالا با متغیر و توابع پرینت و استرینگ و شرطی، میبینید تو چند تا جمله کوتاه شما میتونید کل اون مباحثی که قراره برای پایتون بدونید توی زمینه رو خیلی راحت بدونید. خب میریم حالا سراغ، حالا من اینا رو شرطی اینا خیلی خلاصه گفتم فقط برای اینکه
ذهنیت داشته باشیم به چه صورت هست. انشاءالله اگه آینده استفاده کردیم مشکل نخواهیم دیده باشیم. خب میایم بحث عددها و اپراتورها. عددها و اپراتورها هم خب خیلی همون عملگرهای ریاضی یا توابع ریاضی هستن که من یه سلول اینجا باز میکنم. خب اولین چیز مثلا شما کار با اعداد توی نرم افزارها. تابع بعدی که تابع ساده بعدی تابع تایپه. می‌بینید اینا توابع ساده خدمتتون معرفی میشن، توابع ریاضی ساده. اینا بیسیکای دوستان ریاضی هستن، بیسیکای اولیه ریاضی هستن که برای علم داده استفاده میشن که من خیلی خلاصه میگم که ببینیم چطور هست. خب ما میگیم که سیل امانتی مقدار فروشی که وارد کردیم. خب میبینید سریع میاره، خیلی راحت میتونیم کلیک بکنید. خب میگه که تایپ این متغیری که تعریف کردم رو به من بده. خب من ران میذارم. میبینید اینت یعنی چی توی ریاضی؟ یعنی عدد صحیح. مقدارمون چقدر بود اینجا؟ 100 یک عدد صحیحه دیگه، اشاری نیست. مقدارش رو به من نشون میده. یه مثال دیگه بزنم از تایپ، از این تابع ساده ریاضی توی نرم افزار. مثلا تایپ میزنم 19-95. خب ببین ران میذارم. ببینین تایپش فلوت یعنی یک اعداد اشاریه. خب بعد خب حالا مثلا یه دونم ببینین عملگرهای ریاضی فقط برای اعداد نیستن. جالبش اینجاست که شما توی پایتون یا حالا نرم افزارهای دیگه هم میتونین این کار انجام بدین که من میام برای حتی متن خودم، برای اون رشته متنی که نوشتم هم میتونم عملگرها رو پیاده بکنم. به عنوان مثال اون مای استرینگی که من نوشتم، مای آندران و استرینگ، می‌بینید سریع برای من میاره. میتونید خیلی راحت کلیک بکنید، یه فاصله میدیم مساوی، یه دونه گیوم دوتایی باز میکنین. مقدار ما چی بود؟ مقدار یه دونه استرینگ، یه دونه متن تعریف میکنم به اسم سیل، یعنی مقدار فروشم. خب بعد میام اینو خودم الان تعریف کردم سیلو. بعد علامت ضرب در، عملگر ریاضیه دیگه، ضرب در. برای ضرب درش سیل اماونت. خب سیل اماونتی که قبلا تعریف کردم. خب یه اینتر میزنم، میگم که پرینت بکن نتیجه رو برام. print my string، یعنی نتیجه این استرینگی که من نوشتم رو ببینیم به من نشون بده. خب ببینین الان میبینین چی شد؟ کلمه سیل، یعنی این سیل من عملگر ضرب در. البته دوستان اینجا میتونید فاصله هم بدین که خیلی قاطی نشه. ببینید من دوباره ران بذارم موردی پیش نمیاد. فاصله بدین که توی کدنویسی خیلی چسبیده به هم نشه، راحت بتونین بخونین. خب ببینین یعنی که سیل، من کلمه سیل رو با عنوان استرینگ تعریف کردم، ضرب در عدد کردم. خب یعنی ترکیب عدد و رشته، عدد و متن. سیل امانتمون، مقدار سیل امانت اونجا تعریف کردیم چقدر؟ اولین چیزی که تعریف کردیم 100 بود. خب 100 ضرب در این متن یعنی 100 تا از این سیله به من خروجی بده. الان داده میبینید سیلای چسبیده به هم 100 تا همینطوری نوشته رفته. میبینید همینطوری رفته. البته اینجا مثلا من بخوام یه نظمی بدم به کار نتیجه خروجی، نظمم زیباتر نشون بده خروجی من رو، یک فاصله من اینجا میبینی آخرش قبل از این بسته شدن گیومو یک فاصله بدم. نگاه کنین من دوباره ران میذارم. ببینین کلمه سیل با فاصله برای من چید. من اگه 2 تا فاصله اینجا بدم، یعنی این شما اسپیس رو، کلید اسپیس رو وارد کنین، فاصله میده دیگه. نگاه کنین فاصله ها 2 برابر شد. خب اینم از این مبحث. خب عملگرهای دیگه ریاضی هم خب کدنویسیش رو بکنیم. مثلا من یه سل دیگه باز میکنم، یه سلول دیگه مثلا پرینت کن برای من. مثلا میزنم پرینت کن 5 تقسیم بر، به فاصله بدیم بهتره، 5 تقسیم بر 2. خب یه دونه اینتر میزنم، یه پرینت دیگه به من بده. مثلا همزمان شما میخواین دوتا رو، مثلا 6 تقسیم بر 2. خب من ران میذارم. ببینیم 2.5 3. 5 تقسیم بر 2 2.5 اینم 3. خب حالا یه نکته دیگه اینجا، اینکه دیگه اینها بیسیک های ریاضی هم میبینین چه راحت توی نرم افزار استفاده میشن که اگر من
بگم پرینت 5 2 تقسیم بر 2 کنم. خب یه اینتر بزنم دوباره. پرینت 6 تقسیم بر 2 بکنم. خب میخوام ببینید 2 علامت تقسیم. ببینید فقط گردش میکنه. 5 تقسیم بر 2 میشه عدد صحیحش رو فقط به شما نشون میده. علامت 2 تقسیم عدد مقدار صحیحش رو شما اصلا نیاز نداشته باشه اصلا خورده ها رو به شما نشون بده. خاطر همین از این یعنی اینکه شما فقط اپراتور این عملگرها رو بدونین که چی هست، این بیسیک های ساده ریاضی که استفاده میشن. خب میریم بحث بعدیمون، بحث نظم توی عملگرها و اینکه پرانتز اضافه بکنیم که بحث مهمیه، شاید ساده به نظر میاد ولی کاربردیه که اون توضیحش هم خدمتتون حتما میدم. خب ببینید اینجا الان من بیام روی این کلیک بکنم داخل این سل میشه کد اضافه میکنم. خب ببینید شروع بکنیم. یک نظمی که هست الان بیسیک ریاضی اینجا چی میشه؟ این که شما توی ریاضیات خوندین که اول اون چیزی که تو پرانتزه روش عمل انجام میشه، هر عملی باشه، بعد توان، بعد ضرب، بعد تقسیم، بعد جمع، بعد تفریق. یعنی یک نظمی هست توی ریاضیات. یعنی اینا بیسیک های ریاضیه که شما لازم بدونین برای دیتا ساینس. بعد حالا مثلا من مثالاشو بزنم. ببینید الان عملگرها 8 خیلی ساده می نویسم. ببینید این یه چیزی که شما توی ماشین حساب می نویسید. البته فاصله بدم میگم بهتر نظمش 8 منهای 3 فاصله به علاوه 2. خب الان خروجی رو ببینیم مثل ماشین حساب. خب خروجی چی شد؟ یعنی چی کار کرده؟ اومده اول جمع، نه ببخشید، اول 8 منهای 3 5 به علاوه 2، یعنی توی جمع و ضرب و تقسیم توی الان جمع و تفریق که نظم خاصی رعایت نمیشه، به ترتیب نوشته میشه. 8 منهای 3 میکنه 5 5 به علاوه 2 میشه 7. اوکی. خب اینا نظماشون، یعنی شما توی تفریق و جمع که با همن، پس نظم خاصی رعایت نمیشه. بعد میاد توی عدد ضرب بیاریم وارد کنیم، فکر کنم بیشتر متوجه بشیم. مثلا عدد منفی 3 فاصله بدیم به علاوه 4 ضرب در 2. خب ببین اول توان حساب میشه. نظم ریاضی اینطوریه دیگه. اول توان حساب میشه. 4 2 تا 8 تا 8 منهای 3 منفی 3، عدد منفی هم خیلی راحت وارد میشه 5. خب این در مورد نظمی بود. خب حالا یه سری ببینیم، من فقط بیسیکای ریاضی دارم می‌نویسم توی نرم افزار خیلی راحت. خب مثلا توابع دیگه، مثلا بگم پرینت کن مینیمم. ببین توابع مینیمم استفاده میشه، دوباره پرانتز استفاده میشه. 1 ببینید الان لیست دارم می‌نویسم 1 2 ببینید 3. درسته؟ ببینید اینا هم الان حالا یه مختصر توضیح بدم. لیست یعنی که شما بیان یک لیستی از اعداد یا حروف یا متن رو داخل پرانتز با یه دونه ویرگول جدا بکنید و با یه فاصله جدا بکنید، بنویسید خیلی راحت. خب میگه که مینیمم پرینت بکن. اینو یه اینتر میزنم. پرینت مثلا ماکسیموم هم بیارم. ماکسیموم مثلا 1 تیره فاصله بدم 2 ویرگول فاصله بدم 3. خب حالا من اینو پرینت رانش میکنم سلشو. ببینین مینیموم این لیستمون 1 و ماکسیموممون 3 بود. درسته؟ خب خیلی راحت اینا بیسیکای ریاضی که استفاده میشن. خب حالا من یک خلاصه گفتم خدمتتون برای همین اپراتورها و حالا نظمایی که استفاده میشه که البته در مورد پرانتز توی مسئله که حل میکنیم بیشتر توضیح میدم خدمتتون، نمونه مسئله که آورده میشه. خب بعد ما اگه بخوایم مثلا نمیدونم، حالا بذاریم توی یه دونه مثال دیگه هم من بزنم برای همون بیسیک ریاضی و مثلا پرینت
اینت یعنی مقدار عدد سن میخوام طریقه نوشتنه میبینین. خب 807 یه عددی میدین شما میخواین تعریف کنین به این صورت، فاصله میدین به علاوه 1. خب من الان اینو میخوام برام حساب بکنم. حساب میبینین 808 یعنی چی؟ یعنی من گفتم پرینت بکن محاسبات ریاضی که اینت 807 خب به علاوه 1 خب که خود 807 میشه به علاوه میشه 808. میبینید اینا طریقه های متفاوت استفاده از عملگرها توی پایتون هست. خب حالا در مورد پرانتز هم یه دونه مسئله‌ای هست که میتونیم خیلی راحت حل بکنیم و یه توضیحی من در مورد مهندسی شاخصی که جلسه اول گفتم خیلی مهم هست، تعریف یعنی متغیرهاتون به طور حالا خلاصش. ببینید من از قبل این مسئله رو به خاطر اینکه تایم حالا نوشته، ببینید نوشتنش خیلی ساده بود، شما با کیبورد تایپ میکنید و محاسبات رو انجام میدید. یک مسئله کوچیک ریاضی که من هم ریاضیات رو توش توضیح دادم، هم پرانتز هم مبحث مهندسی شاخص، یه مسئله کوچیک هست که من شاید همین مسئله کوچیک اون چیزی که تو ذهن شما شکل میده برای اینکه بعداً بخواید از الگوریتم‌های بزرگ، از مدل‌های ماشین لرنینگ استفاده بکنین، همین ها دوستان کمکتون میکنه. اگر دقت داشته باشین تو حل همین مسائل ساده، مثل اینکه مثلا ما توی ابتدایی ما جمع و ضرب و اینها رو یاد میگیریم، تقسیم و یا مساحت رو حساب میکنیم، بعد میایم توی مثلا دبیرستان یا دانشگاه میایم سراغ انتگرال که همون بحث جمع هست ولی پیچیده اون و لازم هست که خب وقتی اونا رو بدونیم میدونیم که حالا منظور همون جمعه، ولی خب درسته یکم آره همون بحث انتگرال و اینا پیچیدگیش اینا هست، ولی خب توی کار با کامپیوتر کار ما خیلی راحت تر، یعنی خیلی کارا خود نرم افزار انجام میده و به اون تخفیف که شما بخواید محاسبات انجام بدین دستی و اینا، یعنی جذابیتش به همینه که شما کار پیچیده رو انجام میدین ولی لازمه فقط اون بیسیک اولیه، اصول اولیه درست تو ذهنتون جا بیفته تا بتونید از اونها استفاده بکنید. نیاز به محاسبات پیچیده ذهن کامپیوتر انجام میده، فقط اون بیسیک‌های اولیه رو درست وارد بکنید شما. من اینجا از فایلی که آماده کردم برای اینکه وقتمون توی حالا اینکه من تایپ بکنم توابع رو گرفته نشه، تایپ بکنم توی فایلی که آماده شده هم برای این جلسه تدریسمون بوده، این مسئله آورده شده که ما دیگه نخواهیم همشون میبینی همون جوپیتر نوتبوک هایی که من از برای این جلسه آماده کردم. خب ببینین الان خب ببینین یک مسئله است برای اینکه ما وقتمون رو نذاریم روی تایپ، من مسئله سعی میکنم بیسیک رو توضیح بدم، نه حالا تایپ که دیدنش خوب خیلی راحت شما با کیبورد تایپ میکنید، من فقط ببینم بیسیک اینها رو که متوجه بشیم مسئله رو توضیح بدم. ببینید الان یک مسئله ساده است، اینکه میخواد یک کلاه داریم و قد خودمون هم داریم، به عنوان مثال هایت به سانتیمتر، یعنی اینکه قد کلاه به سانتیمتر 25 سانتیمتر. خب قد منم 190. میبینیم متغیر اومدیم تعریف کردیم. خب الان متغیر این یک متغیره که ما تعریف کردیم برای ببینیم مثل همون سیل ماونت که ما اول تعریف کردیم، متغیر تعریف کردیم عددش هم دادیم 25، قد خودمون 190. خب سوال اینجاست که میگه که من چقدر میشه قدم نهایتاً به متر، این الان به سانتیمتر اینجا رو گفته، میبینین اومده به مترش کرده، همین یه تغییر کوچولو میتونه توی نتیجه ها تاثیر بذاره. عدد درستتون گفته که من اینا به سانتیمترن، توی متر اگه من کلاه بپوشم قدم چقدر میشه، که من میگم که توتال های مترز. خب برای حل مسئله شما صورت مسئله رو مینویسین، یعنی متغیر رو خودتون مسئله رو تعریف میکنین برای نرم افزار، یعنی مینویسین توتال متغیر تعریف میکنین که شما نهایتاً قد نهایی رو به متر میخواین، یعنی قد نهایی من با کلاه این جواب این متغیر میشه جواب شما، اینو خودتون تعریف میکنین دوستان. مساوی هات یعنی که قد کلاه من به سانتیمتر به علاوه قد خودم به سانتیمتر تقسیم بر 100 بکنم که عدد رو به من به متر بده. خب میبینین اینجا خیلی راحت شما اومدین دو تا متغیر تعریف کردین، حالا اون خروجی که میخواین بگیرین اینه. خب بعد توی پرینتت هم میگه که بیا پرینت بکن که
متن اینو بهم بده که قد من، چون متن همیشه میبینین چون گیومه ها میذارین که قد من به متر. خب این متنتون توتال های متر، یعنی که اون مقدار نهایی متغیری که من تعریف کردم چقدر میشه. خب این علامت سوالم میگم برای چی گذاشتم، چون اینجا بعد ما میایم اینو ران گذاشتیم، رانو که من زدم. ببینید این مسئله ما همه چیز رو ببینید دوستان خودمون تعریف میکنیم. خب یعنی میام متغیر خودت تعریف میکنی، عدد میدی، مثل همون چیزی که من حالا مثال بزنم با فروشگاه اینترنتی، شما یک فایل اکسلی از اونها دارین، یک مقدار متغیر مثلا مقدار فروش شکلات‌هاش مثلا اینقدر، مقدار فروش اینقدر، بعد میخوای بگی مقدار نهایی فروشتون، کل فروشتون چقدر بوده، میاد صورت مسئله رو میدین، یعنی که میاد خودتون مسئله رو تعریف میکنین. که البته اینها ببینید اینها نکاتی است که توی مهندسی شاخص توضیحاتی که من میدم، مهندسی شاخص یا هم ویژگی، اون رو یعنی همین چیزایی که شما تعریف میکنید همونها هستن. خب بعد اینها رو شما تعریف میکنی خودتون، یعنی اون تفکر مدل سازی ذهنتون، یعنی شما مدل ها رو توی ماشین لرنینگ یاد میگیرین، توی علم داده میبینین، خدمتتون حالا گفته میشه جلسات آتی جلوتر که میریم که مدل ها چی هستن. یه سری مدل ها هستن که خب بیسیکشون بر اساس آمار، علم آمار تعریف شدن توی نرم افزار پایتون و شما فقط از اونها استفاده میکنید. مثل همینجا که الان اعداد رو میتونه بخونه که مثلا عدد 25 190، ولی که شما بیاین به متر تبدیل کنید تقسیم بر 100 میخواد، یعنی شما هنر تعریفتون، تعریف اون شاخصتون، هنر خودتونه، مقدارها هم که دارین، مثلا تو فایل اکسل دارین شما چقدر فروشه میدونین، یعنی مهم اون تعریف متغیره که همون بیسیک مهندسی شاخص، مهندسی ویژگی میشه توی علم داده که خیلی کاربردیه که اینو درست انجام بدین. حالا میگم درست انجام شدنش، مثالش اینجا این که الان شما متغیر رو خودتون تعریف میکنین، مثلا فقط از اعداد و اینها از تعریف متغیر استفاده میکنین، بعد ما اینو پرینت که میزنه میبینیم میزنه 26/9. خب علامت سوال یعنی که مگه من میشه 26 مترم؟ یه چیز عجیب غریبه، یعنی من قدم میشه 26 متر. خب اشتباهه، ما میدونیم مسئله ساده است، ما هیچ وقت 26 متر نمیشیم دیگه، شاید 2 متر بشیم ولی 26 متر. پس میایم اینجا نگاه کنین، همین بحث ساده بیسیک ریاضی، هم بحث ساده استفاده از یه پرانتز فقط میبینین که میاد دوباره تعریف میکنیم، میگیم توتال های مترمون میشه این یک پرانتز اینجا میذاریم، میبینیم بالا نذاشتیم پرانتز میذاریم، جمع میکنیم تقسیم بر 100. خب حالا میگه پرینت کن برا من متن، اینو برام بنویس. میبینیم تو گیومه یه دونه لیست داریم می‌نویسیم، یه دونه ویرگول میذاریم، توتال های متر رو برامون، یعنی متغیر و مقدارش رو برامون حساب کنین و یعنی یه چیز ریاضی دیگه، بیسیک ریاضیه. می‌بینین جمع شده دوتا، مثلا مثل x به علاوه y تقسیم بر 100 می‌بینید. بعد میگه مقدار نهاییشو برام من چاپ کن. می‌بینید های متر اینجا شده 2/15. پس این درسته، یعنی 2/15 متر شده با کلاه. درسته، این یه چیز منطقی و درسته، یه خروجیه که طبق واقعیت به ما داده، نه اینکه 26 متر. خب حالا نکتم اینجا چیه، تاکیدم رو چیه از همین جلسه اولمون، اینکه ما مباحث رو برای داده، برای مدل سازی های هوش مصنوعی میخوایم، ماشین لرنینگ یا دیپ لرنینگ و اینها، نیاز داره که از همین ابتدا ما بدونیم مثلا بیسیک ریاضیش چیه، بیسیک آمارش چیه. حالا آمار که فعلا نرسیدیم، همین بیسیک ساده ریاضی. خب البته خب یه سری بیسیک های آمار ریاضی مشترکن دیگه. حالا بیسیک های آمار بیشتر اون مدل هایی است که توی پایتون نوشته شده بر اساس تئوری های علم آمار، بر اساس تئوری های علم آمار اون مدل ها نوشته شده تو نرم افزار، یعنی سورسن و شما فقط میاین استفاده میکنین و مهم ترین نقش شما این که استفاده درست بکنین، یعنی متغیر رو درست تعریف بکنین، علم ریاضیشو درست استفاده بکنین، علم آمارشو درست استفاده که بتونین یک مهندسی شاخص رو درست استفاده بکنین، در واقع همون تعریف کردن متغیرتون رو درسته، تعریف کردن صورت مسئله، یعنی خروجی که شما میخواین بگین اون رو درست تعریف بکنین که بتونین خروجی درست بگین. الان ببینید اینجا یه مسئله ساده است، درسته،
ما متوجه میشیم که مثلا 26 متر اشتباهه، پس 2 متر درسته دیگه. اینجا اومدیم با یه تغییر یه پرانتز گذاشتن، اینجا میبینیم نقش همون بیسیک ساده یک علم ریاضی، همون پرانتز گذاشتن نقشش رو دیدین چقدر مهمه. همین یه دونه پرانتز و چقدر تأثیر داشته که شما یک خروجی اشتباه بگین یا یک خروجی درست. یعنی مدلی که شما می‌نویسین اگر مهندسی شاخصتون اشتباه باشه خروجی اشتباه میگیرین که خروجی اشتباه فاجعه است برای اول از همه اون کار خودتون، اعتبار خودتون و مهمتر از همه اون خروجی که یک بیزینسی لازم داره از این تکنولوژی بگیره و اینها خب خیلی لطمه میزنه، یعنی میتونه شما رو به عقب هل بده. پس خیلی دقت بکنیم این مسائل رو و از همین ابتداشون تمرکز همین یه پرانتز ساده، همین درست تعریف کردن متغیر، درست استفاده کردن از بیسیک هایی که نوشته شده تو نرم افزار. مهمترینش هم متغیر هستی که همون حالا سطح پیشرفت جلوتر بریم مهندسی شاخص، که همینها درست متوجه بشیم از همین ابتدا که چقدر مهمن، چقدر کاربردی هن. اینها هستن بیسیک های حالا ریاضیات و آماری که استفاده میشه یا همون درست تعریف کردن متغیر توی علم داده. خب فکر می‌کنم توضیح کافی بود برای اینکه تاکید بکنم به این نکته. خب بحث بعدی اینم که حالا تمریناتونم من آماده کردم، تمرین ها رو که ببینین. تمرین هامون به صورت اینکه خود دوستان انگلیسی من نوشتم چون اصلا لازمه که انگلیسیتون حداقل انگلیسی تخصصی برای حوزه برنامه‌نویسی خب میخواد. البته انگلیسی‌های ساده‌ای هست، یعنی سخت نیست. شما متوجه میشین که سوال اول ببینید سوالای ساده که مثلا شما توی بیزینسی ازتون بپرسن که مقدار فروشمون چه هست، یا من ازتون پرسیدم رنگ مورد علاقتون چی هست، که بیاین چجوری از اول شروع بکنین اصلا متغیر تعریف بکنین، همون برای فروش باشه من سیل اماونت یا حالا چیزهای دیگه. ولی توی الان مثلا در مورد رنگ می‌بینید من توضیح ببینین. اینم بگم که توی پایتون شما توی سلولتون اگه یک هشتگ بذارین بعد توضیح بدین می‌بینین رنگش سبز میشه توی کد. هشتگ میذارین و کامنت میذارین، یعنی توضیح کدی که میخواین زیر بنویسین رو بنویسین همیشه برای خودتون، اصلا ذهنتون دستش میاد که چطوری هست، چی کار باید بکنه، نظم کارتون حفظ میشه، سردرگم نمیشین حین کد زدن ها، یا حالا طولانیتون میدونین تو مرحله چی کار کردین، بعد با هشتگ کامنت میذارین. هشتگ بذارین جزء ران حساب میشه، شما ران بذارین هشتگ ران نمیشه. سوال کداتون هم اینجا بنویسین. یه متغیر خیلی ساده، رنگ متغیر به اسم کالر تعریف بکنین، مساوی بزنین، یه سری رنگی که مورد علاقتونه به عنوان مقدار بهش بدین. اینم کد زیرم کامل کنید. بحث ریاضی که یک عدد پی 3.14 که تقریبی نوشته شده اینجا با هشتگ توضیحاتش داده شده و یه قطری داریم 3. خب یعنی قطر ریاضی مثل قطر مربع، دایره، هر چیزی. بعد اینجا اومده گفته که شما یک متغیر تعریف کنید به اسم رادیوس، یعنی که شعاع مساوی با نصف دایمتر، یعنی نصف قطر. اینجا من اینو دادم، شما بیاین این متغیر رو تعریف بکنین، براش مساوی بذاریم با نصف این واسه دایمتر تقسیم بر 2، یعنی از عملگرهای ریاضی. بعدیش هم این که اریا حساب بکنین، یعنی که مساحت سطح رو حساب بکنیم. برای یک دایره عدد پی رو داریم. خب میشه درسته مساحت دایره چی میشه؟ مساحت دایره R2 پی درسته. مساحت رو حساب بکنین، فرمول ها رو بدونین. خب بعد پرانتز اضافه بکنین. این الان بحث سوم، سوال سومونه که پرانتز اضافه بکنین. خب پرانتز ها هم اینجا میبینین. بحث پرانتز این که چجوری اینها رو خروجی بگیرین که پرانتز اضافه کنین که خروجی درست رو شما اینجا بگیرین. خب دوستان اینها رو میتونین حالا عکس بگیرین روی دسکتاپتون یا رو گوشی اگر میبینین عکس بگیرین و این 3 تا سوال رو توی یه دونه نوتبوک کلاب باز کنین. خودتون همین کاری که من انجام دادم کلاب باز کنین، اینها رو بنویسین، جواب سوال ها رو، کد ها رو، جواباش هم بنویسین. اگه حوصله‌تون اومد توضیح بنویسین، اگر نه که من میدونم سوالا چی هست، بعد جواباشو برای من
توی کلاب بنویسین، از طریق لینک اینجا میبینین کپی این لینک رو بفرستین، از طریق ایمیلی که جلسه اول گفته شده به ایمیل من بفرستین که براتون حالا اگه درست بود تایید بشه، اگرم نبود که نمونه صحیحش خدمتتون ارسال بشه. فقط اینها رو دوستان انجام بدین، دقت بکنین. خب بعد جلسه اولم فکر کنم کافی بود. انشالله براتون مفید واقع بشه شده باشه و امیدوارم که جلسات بعد هم با هم باشیم، ببینمتون و همین دیگه. موفق باشین. خوشحال شدم. فعلا.